کسایی که به همین زنا مبتلا هستند، کسایی که به عرق نوشی مبتلا هستند، کسایی که همین درآمدهاشون از راه حرام است، اینا باید که خودشون دیگه زحمت ندن. شریعت به نام پروردگار به یاد تماما یگان ذره به اینا احتیاج نداره. در شریعت ما کچتوا در کار، کچتوا در کار نیست. بله، ما در کچتوا در کار، ما در مسلمانی که همه گفتید همه چیزها ایستینی مسلمان باشه، مسلمانی که حقیقتا قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافتا، با پرگی در دین بدرو. اینه که برادر هم نماز هم زنا، ببینید هم نماز هم عرق فروشی، هم مثال زنا هم عرق نوشی، هم دیگر اخی تماما یک مسخره در دین است، یک مسخره در دین می شود. از همین خاطر بسیار با یک پهلوان ما در جمعهمون حکایه میکردیم از قزوین ایران، ایرا مثنوی حکایه میکنن. میگه وقتی که رفت میگه گوشتینگیر بوده است، پیش یک نکال کزن رفته سوزنزن گفته است که انا میخوام که در همین پشتی من صورت یک شیر بزنی تا که مقصد همه آدمی که با من گوشتین میگیره حریفم. خیلی وقتی میبینن دستا پولی صورت پشتا صورت اکی همه حیبت داره که خب همه حیبت دمه پیدا شد. خیلی سوزنزن اکی پول میگیره برای فرقش چی ہوتی. بعد میگه گفت مقصد با شکم بزن، گرفت سوزن او بعد زد که دوای این مرده که گوشتینگیر برآمد. او که از کجاش سر کردی؟ گفت از سرش سر کردم، ای کلای شیر. او که ترکش که گفت شیر به کلا میشه، ای دیگه جاش بگیر. خیلی با سوزن با زد، ای دیگه از کجاش سر کردی؟ گفت ای دنبش، ای گفت شیر به دنبا میشه، ای دیگه جا بگیر. خیلی هر گل میزنه، ای پشتش شیر به پشت میشه، ای شکم شیر به شکم میشه. بعد میگه سوزنزن دید که نه مقصدی کمه. بعد میگه بر زمین زد سوزن آندم اوستا، گفت در عالم کسی را این فتاد، شیر بیگوش و سر و اشکم کی دید، این چونین شیر خدا کی آفرید. خب این مقصد ای یکمشی خیلی شیرها نیست. بعد گفت چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چونین شیری جیان پس دم مزن. وقتی طاقتی سوزن نداری ای شیر گب نزد، یعنی طاقت دین نداری، طاقت اسلام نداری. مسلمی مقصد شمی ای ایتری نزن مثال جرجی که من مسلمانم. مسلمان کسی است که تمام فرموده خدا را تابع می شود. برای او برادری عزیز حرام ها حرام است، حلال ها حلال است. نداری طاقت همین را در کار نیست، برای زنا میکنی، برای مقصد چی بدبختی که میکنی کردن بگیر. جهنم خدا کلان پگه همه ما و شما پیش خدا میریم، پیش الله مهربان در راست میشیم برای این بدبختی هامان. ببین چهار میگه انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتوند تا 4 سوال جواب نگه. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیم افنا، خدا میپرسش چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیم افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال ای برادر از این قسم به بزرگی خدا این منظره میشود، این فرموده ای، این یکان انکدوت نیست. فیم افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را که در کجا صرف کردی، چه خیل کردی، همه اینها را پیش خدا میگوی. و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگار را خیلی مقصد من همین خیل زنا کردم، من عرق نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز. میگه حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه کردی و آن کردی، تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی، نفع خود را چرا زیان کردی، حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی. بین همش هم میتونستی که دادم شرایط عقل بود همه بود، چرا نکردی؟ بعد حضرت مولوی عقیده چی میگه؟
غیر شرمندگی چیروی جواب، وای آندم بجان قطره آب. وقتی خدا که این خیل راستت کرد و این خیل پرسید و این خیل خطابت کرد، مولوی میگه وای به حالت که چی میشه به سری تو. برای این برادره از اندیشه کنیم، به خدا قسم این دنیا بی صاحب نیست. محترم خداوند گاوی بی شاخبر نآفریده. الله میگه و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آفریدمت برای عبادتم، آفریدمت برای بندگیم، آفریدمت برای اطاعت کردنم، نه برای مثال هر چیزی که بخوای کردم بگیری. این خیلی ما برای تو رخصت نمیتم. خدا میگه